بینندگان عزیز سلام، شالو گلخوجه هستم و برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیمتان میکنم. نخست از موضوع امروز 27 نوامبر میگویم. از دوشنبه به خوجند در تاجیکستان پروازهای هوایی داخلی تدریجاً برقرار می شوند. کفش ها رو پیشی پایشان گذاشتند. آژانسی آزیا پلوس از آن ناراضی است که باید جای گرم کرده اش رو به خبرگزاری دولتی خاور بدهد. ما باید آنجا را تعمیر کنیم که به اداره‌ای برای خبرگزاری ما سزاوار تبدیل شود. مکتب نیست ولی زمینش را پاسبانی میکنند. با افزودن اهالی دهه نوبنیاد در همدانی مشکلات بی مکتبی آنها داغ شده است. چند شهری که اوزی ماشین قلاوری میکنیم، زمین قلاوری میکنیم که کو امروز شامیه تقسیمش میکنن روز میه. بعد تنفس چند ماه روز 29 نوامبر هواپیمای شرکت سومون ایر مسافران را از دوشنبه به خوجند میبرد. شرکت اعلام کرد که پروازها بین این دو شهر تاجیکستان برقرار و هفته 2 بار انجام می شود. نرخ تخمینی بلیط 413 سومونی است. سومون ایر میگوید مسافران باید نقاب و دستپوشی محافظتی داشته باشند. پروازها بین دوشنبه و خوجند از ماه مارت به این طرف به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس قطع شده بود. همه سال در زمستان بر اثر برفباری و فرآمدن ترمه روی نقلیاتی میان دوشنبه و خوجند چند روز بسته می شود. از این روز ساکنان برای سفر از هواپیما استفاده می کنند. رهبریت یکی از معروفترین خبرگزاری‌های محلی و مستقل تاجیکستان آزیا پلوس اخیراً آگاهی گرفتند که باید هرچی تیزتر دفتر کاری خود را برای آژانسی دولتی خاور خالی کنند. به آنها پیشنهاد شده است که از یک آشیانه بینای مجمع شرق آزاد به قبط دیگری آن بکوچند، جایی که به گفته نمایندگان آزیا پلوس از دوره شوروی تعمیر را ندیده است. حالا آنها به عنوان آزاد رحمان رهبر دستگاه پرزیدنت تاجیکستان با نامه مراجعت کرده خواستار در همین دفتر کاری ماندن اگنتی شدند. برادیو صوفی با تفصیلات بیشتر. تخریب قصر ریاست جمهوری تاجیکستان اخیراً کارمندان چند نهاد دولتی و خصوصی را سرگردان کرده است. شهرداری دوشنبه که در قنات تخریب نشده این بنا قرار داشت، باید آن بنا را ترک کرده و به بنای مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهور کوچ بندد. با دنبال این 6 نهاد مستقر در بنای این مرکز با شمول مرکز تحقیقات استراتژی باید این بنا را نیز ترک کنند. حکومت شهر زدنش برای پارلمان داد که مرکز تحقیقات استراتژی موقتا در بنای اتحادیه رسامان تاجیکستان در روبروی قصر تخریب شده ریاست جمهور مستقر خواهند شد. خبرگزاری دولتی خاور نیز بنای مرکز تحقیقات استراتژی را ترک کرده در بنای مجمع روزنامه و مجله ها یا معروف با گژک جایگیر شده است. حالا رهبریت این بنا تصمیم گرفته است که رادیو و خبرگزاری خاور را در اداره رادیو و خبرگزاری آزیا پلوس جای کند. وقتی که ما سال 2016 به اینجا آمدیم، این بنا را در حالت قبول کردیم. به شما تصویر کردن نمیتوانم. در اینجا چیزی نبود، تنها سقف و فرش بود. همش را ما خودمان ساختیم و امروز به یک آفیس زمانوی تبدیل شده است. Сделали, и сейчас можно открыто говорить, что здесь отличный, ну уже комфортабельный для нас офис. رهبریت گژک به مسئولان خبرگزاری آزیا پلوس پیشنهاد کرده است که اداره فعلی خود در طبقه دوم را ترک کرده به طبقه 13 هم کوچ بندند. همین بنا دارن یگان جای دیگه نمیرن. خیلی هم بنا دارن و فقط آشیانه‌شون نیاز میشود. شرایط همه بوری اخیره. مسئولان خبرگزاری آزیا پلوس میگویند حالا آماده نیستند که تجهیزات و کارمندانشان را در مدت کوتاه به دیگر جا انتقال دهند. این باعث خلل جدی یافتن کار در رادیو و آژانسی اطلاعاتی آزیا پلوس خواهد شد. برای حل این مشکل آزیا پلوس بر رئیس دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان نامه ارسال کرده است. Там есть действительно некоторые вопросы по коммуникации. در آنجایی که برای ما پیشنهاد کردند، بعضی مشکلات کمونیکاسیونی هست. آشیانه بلند، بعضن وقت مشکلات آب و برق هست. بعداً ما نمیتوانیم که آنجا رفته و کار را آغاز کنیم. ما باید آنجا را تعمیر کنیم که به اداره‌ای برای خبرگزاری ما سزاوار تبدیل شود.
для нашей организации вид. پس از بنیاد بینای نو حکومت تاجیکستان در جای قصر ریاست جمهور و بینای پارلمان نو در جای بینای شهرداری سابق، حکومت تاجیکستان از بینای فعلی شفت وزارت خارجه به بینای نو کوچیده، پارلمان به بینای نو خود، شهرداری دوشنبه به بینای فعلی پارلمان برمیگردد. مرکز تحقیقات استراتژی از بینای اتحادیه رسامان به بینای حاضره حکومت تاجیکستان کوچ خواهد بست. وکیلان پارلمان تاجیکستان با بررسی طرح دو قانون تنظیم رسم و آیین‌ها و قانون ثبت اسناد حالت شهروندی پرداختند که بر اساس آن در منزل زیست به جا آوردن نکاح منع می شود. اگر تغییر و اضافه ها به این قانون ها وارد گردد، من بعد داملو به اداره زکس دعوت نمی گردد و در آنجا خطبه نکاح خوانده می شود. یعنی طور وکیلان پارلمان می گویند ضرورت مخصوص به خانه داماد و عروس دعوت نمودن داملو نمیموند. همکارم میرزانبی خالقزاد با چند وکیل پارلمان اوید به این مسئله صحبت کرده است و حالا از اون میپرسم ضرورت این اقدام برای چی است. سلام، سخن به شما. بله شهلا، در حال حاضر این بررسی را وکیلان کمیته اجتماعی عائله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان شروع کردند و طوری در صحبت با ما گفتند هدف اصلی جلوگیری از صرف و خرج زیاد در وقت عقد نکاح بوده است. وکیلان میگویند برای ادای عقد نکاح هم طرف داماد و هم عروس شروع از آماده کردن غذا و گستردن دسترخوان و پوشانیدن جامه و رومال و کرتا به شاهدان و وکیلان نکاح خرج میکنند و این دگرگونی در طرح نظامنامه این دو قانون که شما گفتید از این خرج و صرفها به قبل وکیلان پارلمان جلوگیری خواهد کرد. سید جعفر عثمانزاده عضو کمیته اجتماعی عائله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان در رابطه با این مسئله به رادیو آزادی گفت که این مسئله برمیگردد به موضوع تنظیم رسم و آیین و معرکه ها. وقتی این طرح به تصویب رسید، دیگر داملا برای نکاح به خانه زکس دعوت کرده شده و پس از انجام عقد یعنی زکس خطبه نکاح را در همانجا قرائت میکند و به خانواده نو دعا میکند و تمام. اداره زکس باشد به داملا یک سند مخصوص میدهد، در حقیقت عائله جوان نکاح کرده شده. خب ببینید با این اقدامی که وکیلان روی دست گرفتند، اهل روحانی و داملاها چی میگویند؟ نظری آنها را پرسیدید؟ بله شلا، درست این سوال را ما با چند تن از داملاها در میان گذاشتیم. برخی از آنها میگن حالا هم توی عروس داماد و هم عقد نکاح با صرفه صورت میگیرد و تحت نظارت اعضای اداره تنظیم رسم آیین قرار دارد. برای مثال آنها میگویند عقد نکاح با حضور وکیل و شاهد صورت میگیرد و حالا برای نکاح به قبل آنها تا 100 سامانی برای وکیل میدن و همین مقدار برای ملا و برای 2 نفر شاهدان 20 سامانی میدن. یعنی در مجموع تا 250 سامانی خرج خواهد شد و این همه با رضای خداوند صورت میگیرد. اما وکیلان پارلمان میگویند صاحبان عروس داماد به ملا به غیر از پول باز جامه و لباس تقدیم میکنند و باز دسترخوان میکشند و مال میکشند که این همه خرج است و از این صرف و خرجات جلوگیری باید کرد. ولی به هر صورت تا زمان تصویب این تغییر و علاوه ها به قانون تنظیم رسم آیین و نظامنامه اسناد شهروندی فرصت هست. اگر نمایندگان مفتیات و شورای علما و سازمان های امور عائله و زنان می توانند پیشنهاد خود را به پارلمان و یا در مطبوعات نشر کنند. کمیته اجتماعی عائله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان در روزهای نزدیک طرح تغییر و علاوه ها را به کمیته های دیگری مجلس نمایندگان پیشنهاد خواهد کرد و بعد دریافت نظر آنها به شورای مجلس پیشنهاد شده، سپس به اجلاس نوبتی وارد کرده خواهد شد و آیا به تصویب میرسد یا نه هنوز ما پیش که چیزی گفته نمیتونیم. خب تشکر برای تفصیلات. یادآور میشوم که حکومت تاجیکستان قانون تنظیم رسم و آیین را در سال 2007 قبول کرد. هدف از آن کاهش دادن خراجات توی و اعضای مردم گفته میشد. این قانون شماره مهمانان را از 140 تا 200 نفر، طول برگزاری چنین مراسم را 3 ساعت و برای نقض این شرایط تا $800 جریمه مقرر کرد. طبق این قانون هر نفری که مراسم توی یا اعضا آراستن میخواهد باید پیشکی از مقامات رسما اجازت گرفته طعامنامه و حتی مقدار گوشت و برنجی را که میخواهد استفاده برد در مقامات به اصطلاح اوکی کند. خب بینندگان عزیز، حالا یک آگهی پیشنهاد می شود و بعد آن گزارش خواهیم داشت درباره مشکلات بی‌مکتبی در یکی از دهه‌های جنوبی تاجیکستان. با ما بمانید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ساکنان دهه در ناحیه همدانی سالهاست برای صاحب مکتب شدن تک و دو دارند. اما میگویند برای ساختمان مؤسسه تعلیمی زمین جدا شده است و هیچ نه که خودی مکتب بنیاد گردد. گذشته از این نگرانی مردم دهه از آن است که همین پارچه زمین نیز روز صاحب پیدا میکند و فرزندانشان همین گونه سرگردان میمونند. محمود جان رحمت زاده موضوع را ادامه میدهد. دهه سفرگدایی ناحیه همدانی. این زنها زمین مکتبشان را پاسبانی میکنند تا کسی آمده آن را صاحب نشود. آنها میترسند که روز زمین مکتب را از دست میدهند. از این رو پاسبانی را به گردن میگیرند و از دست رفتن زمین مکتب را نه. زنکا فقط هم هر روز هم خیلی زنکا جمعه. هر روز که امروز تقسیمش میکنه یا پگاه شب خوب نیست نیمش. شب میشوند زنکا میخزه ای دروازه بیرون چند شب که اوزی ماشین قلاوری میکنیم زمین قلاوری میکنیم که کو امروز شب میاد تقسیمش میکنه روز میاد نمی پرابلم. این دهه نوبنیاد سال از سال بزرگ می شود و عدد خوانندگانش نیز زیاد می شود. حالا از این دهه 1200 خواننده به مکتب‌های گرد و اطراف و شهرک ناحیه برای تحصیل می روند. یک قسم خوانندگان نصف روزی و یک قسم دیگر شبانگه از درس به خانه برمیگردند. 1200 خواننده های اینا چند کیلومتر می روند؟ 4.5 کیلومتر مکتب می روند. نیم شامش ساعتی چند شو می شود؟ اینا 8 شو می شود. مردم به نامجا برای فرزنداشون می روند. اینا این ربی حال زوربی به نامی حال طلبا مکتب می روند. خیلی دخترها امضای هم را گرفتن رفتن دویدن عریضه را پیشنهاد کردم به جای در کاری خیر. اینا ما خودم 3 میلی میسرایم ما سال 2009 ما سال 93 کار کردم. اینا حوض جای کاری ندارم کار کنم. اینا میجا جای کار باشه و اینا خیلی پنسیه اینا اقلا پنسیه اینا یک دکتر باشه که اقلا که بیام قریبی پیش دکتر رفته بتونم در همین شرایط. دهه در 5 کیلومتری شهرک همدانی جایگیر است. از خانه نظیرمان نظر و 2 خواننده این 5 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود. این زن میگوید در زمان پاندمی حتی توان پاپوش خریدن به فرزندانش را ندارد. ما گفته همه زنها را دستگیری میکنیم که همین مکتب استفاده داده شود که ما استودنت عذاب قطعی خوننده هستیم اما هم صاحب جای کار شوند صاحب رزق روزی شوند. 1 سال نکو همین طلبای ما تا 5-6 پای افضل هم میدرمند. ما هم تری شرایط نداریم رای دراز میروند میایم. نبودی مکتب راه و بنگاه طبی 900 زن این دهه را مجبور کرده است که به مقامات محلی عریضه نویسند. شکایت زنها بعدی به صدمه دچار شدن فرزندانش آغاز شده است. مقامات میگوید برای بنیاد کردن مکتب مبلغی کافی ندارند. در حکومت محلی گفتند که در صورت پیدا کردن صاحبکار و یا مبلغ مکتب در این دهه ساخته می شود. دعوای این زنها برای بنیاد مکتب در حالی است که سالهای 2019 و 2021 را حکومت تاجیکستان رشد دهات اعلان کرده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. و برای مهاجرانی که میخواهند در روسیه کار و زندگی کنند قاعده های نوی سپردن امتحان های دانستن زبان روسی تاریخ و قانونگذاری روسیه مقرر کرده می شود. در این باره دومای دولتی قانون را قبول کرده باید از جانب شورای فدراسیه و پرزیدنت دستگیری شود. طبق لایحه قانون درجه مشکلی امتحان از هدف سفری شهروند خارجی به روسیه وابسته خواهد بود که آیا برای کاری موقتی آمده است یا زندگی دائمی. همچنین مهلت شهادتنامه و یا سرتیفیکاتی که به مهاجران داده می شود نیز به مقصد حضور آنها در روسیه مربوط خواهد بود. بینندگان عزیز، با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر به یکایک شما برای همراه بودن. تا صحبت بعدی می توانید زیر نشانی www.azodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و چون همیشه نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. برایتان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.